خب در خدمتون هستم با اعداد، ادامه اعداد. دیگه الان ساده شد. یک بار از صفر میشمارم تا همین 20. 0 1 یک بار من ببینیم عددا رو ببینیم دیگه. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بریم پایین تر. 11 12 13 14 15 آقا زشته نکنی 16 17 18 19 20 پنچرشید 20. باز میخوام من بگم پنچرشید در واقع باتون احساس راحتی میکنم که در واقع شوخی میکنم که کلاسمون مثل آجر نشه. آجر چه تشبیهی. خب اینجا یه تکنیک براتون گفتم. تکنیک نوشتنم براتون گفتم دیگه. از سمت راست بنویسید اولین حرفی که میشنوید. تکنیک تلفظ 23 23 23 24 25 6 آره 6 26 26 26 26 27 30 بعد دیگه فرق نمیکنه دیگه. اینجا دیگه خودتون میتونید بگید دیگه. بگید 31 32 الی آخر. فقط حواستون جمع باشه این 30 باید بگید دیگه. ست نداره. 40 50 بگید 55 25 بارکلا. سخت نیست. شاید بگید موری حالا بگید دیگه مثلا 41 42 43 44 45 اینم بگید. بچه فیلم اضافی زدنه. من تو یوتیوب گهگداری میبینم طرف نشسته مثلا 4 تا فیلم زده 21 یه مقدار باید به خود زبان آموزم فرصت داد تمرین کنه. کلید بهش بدی خودش هم تمرین کنه. الان مثلا من 21 تا 30 رو گفتم دیگه. الان خودتون میدونید میگید کاری نداره که اینون د نگید 21 31 41 51 55 خب 55 55 و آقا زشته 60. باید بگید 66 66 بگید 66 خیلی خب. اینجا باید در واقع 66 رو بچسبونید به د دیگه. خوب بچسبونید. خب و بعد 70 80 was میخوام 90 و 100 100 یا 100 یعنی 100 در واقع. خیلی خوب. تو این چند دقیقه که داریم با اعداد کلا کار کنیم. Ich habe 20 Franken. من 20 فرانک دارم. حالا چرا فرانک همش بشه اورو. Ich habe 20 Euro. من 20 فرانک دارم. من 20 فرانک دارم. دیگه با عدد میشه چیکار بکنیم؟ Ich habe 3 Kinder. من 3 تا بچه دارم. Ich habe 3 Kinder. 3 تا بچه دارم. بپرسید از طرف. بگید که شما 3 تا بچه داری. بپرسید hast du یا چی؟ haben Sie. خب من با haben Sie میرم. haben Sie Kinder. این کلن داره میپرسه. میگه بچه دارید. بعد میگه که haben Sie 2 Kinder. میگه که 2 تا بچه دارید. haben Sie 2 Kinder.
دو تا بچه دارید. بعد میگه که یا ich habe گفت zwei ببخشید. ich habe zwei Kinder. آره من دو تا بچه دارم. یا ich habe zwei Kinder. یا اصلا سه تا بچه دارم. فرق نمیکنه. ich habe 22 Kinder. من 22 تا بچه دارم. خب سوال دقت کنید. haben Sie keine Kinder؟ بچه ندارید؟ سوال منفی ها، ولی جواب من مثبته. میگم چی؟ doch doch. دو دفعه میتونید بگید. بگید چی؟ doch doch ich habe 5 Kinder. من 5 تا بچه دارم. دقت کردید؟ خیلی خوب. بپردازیم به باز هم به اعداد. البته مبحث بعدی رو من ببینم چی هست. اگر مبحث بعدی به آرتیکل بچه ها. خب بذارید در مورد آرتیکل من یه توضیح به شما بدم. یه توضیح در واقع. خب اعداد همین بود دیگه، یاد گرفتیم. حالا بریم سراغ آرتیکل ها. یه توضیح کوچولی من به شما در مورد این آرتیکل ها بدم که آشنا بشید، آماده بشید که بفهمید خب آرتیکل ها چی هست. پس من درس 17 رو می نویسم اعداد و آشنایی با آرتیکل. درس 18 هم میشه آرتیکل. دیگه وارد آرتیکل ها شدیم بچه ها. خیلی خوب. ببینید آماده اید؟ بحث آرتیکل یکی از مهمترین بحث های زبان آلمانیه. واسا. من یه خود واسا بخورم. خب ببینید به اطرافتون نگاه کنید. همینطور به اطرافتون یه نگاهی بندازید. چی میبینید؟ یه عالمه اشیا میبینید، درسته؟ خب فراموش نکنید که این اشیا چیز دارن، بایستی صداشون بکنیم. یعنی ما در زبان پارسی میگیم که مثلا من یه ذره دیگه ببرم بالا. خوبه. مثلا در زبان پارسی شما میگید این مرد، آن مرد، درسته؟ یا یک مرد، یک زن. خیلی خوب. حالا پس به اطرافتون نگاه کردید در گام اول و یه عالمه چیز میز دیدید. همه اینا اسم دارن. الان من نگاه میکنم عینک، چاپگر، تابلو فرش، فنجون، کتاب. نگفتم زیبا. زیبا صفته. زیبایی اسمه. بعد یه بار تخت خواب، زمین، سیم. حالا این گام اول. گام دوم. اگه واژه‌نامه داری سریع بازش کن. میخوایم آرتیکل خوب یاد بگیریم. واژه‌نامه رو سریع باز کن. منم باز میکنم. ببین الان منم اینجا باز کردم. خیلی خوب. واژه واسا. یا اصلا نه واژه واسا نه. یه واژه همینطوری پیدا کنید که حرف اولش بزرگ باشه. من پیدا کردم. موند. من پیدا کردم. موند یعنی چی؟ دهان. خب یه واژه دیگه هم بعد جلوی موند اگه دقت کنید نوشته ام. اگه ام هم ننوشته باشه نوشته در. یعنی این که این واژه آرتیکلش د هست. اگه ام نوشته باشه یعنی ماسکولین، یعنی آرتیکل این واژه مرد هست. د آرتیکل ماسکولینه، آرتیکل مذکره. پس چه جالب، در واژه‌نامه من یه سری واژه ها هستند که در واقع آرتیکلشون مذکره، آرتیکلشون د هست. من یه واژه دیگه هم پیدا کردم. فراو. بذارید مثلا این من بنویسم. من یعنی مرد. آرتیکل من هم د هست. من یه واژه دیگه هم بتونم دیگه پیدا نکنم. من دارم به فرض اینکه پیدا کردم. ولی اولی رو موند رو واقعا پیدا کردم. خب فراو آرتیکلش چی هست؟ اگه ببینید توی واژه‌نامه‌تون احتمالاً جلوش نوشته اف. اف یعنی فمینین، یعنی زن. خب یا میتونه بنویسه چی؟ دی. دی هم احتمال داره بنویسه، یعنی آرتیکلش رو نوشته باشه. گوش کردید؟ خیلی خوب. یه واژه دیگه هم بنویسم. بوخ. احتمال داره جلوی بوخ نوشته باشه ان کوچیک یا اصلا نوشته باشه داس. پس آرتیکل در واقع بعضی از واژه ها دره، بعضی واژه ها دیه، بعضی واژه ها هم داسه. شما رو تا فیلم بعدی به خداوند مهربان میسپارم. بای بای.